میدون مثل تو بازه قیمتی ها بگم بهتون تیگو 7 پرو مکس که ثبت نامش هم بود، یا الان بگیم تو بازار هست مثل تیگو 7 پرو پریمیوم، اصلا نمیتونیم اینو مقایسه کنیم با پرو پریمیوم. خب این یه سری خصوصیات داره، یه سری هم اون داره، اما خب اون امکانات رفاهیش خیلی بیشتره و این فقط قسمت هایی که وارد اولیه‌اش بود، این چانگان CS5050 اونا خیلی خوب بود. چرا؟ به خاطر اینکه اونا شارژ وایرلس داشت و یه سری امکانات رفاهی داشت. اما خب واقعا ماشین قشنگیه. اگه 2 دف بود خب خیلی بهتر میشد. میگم هم قیمت خودش که تیگو 7 پرو مکسه، اون 2 دیفرانسیله و خب چند تا حالت زده بود داره. داشتم امکانات رفاهیشو میخوندم که براش ویدیوتون فردا شب براتون ویدیوشو میذارم حتما از تیگو 7 پرو مکس. اونم خیلی قشنگ میشه. حالا نمیدونم انتخاب شما کدومه، این ماشین چانگان CS55 یا تیگو 7 پرو پریمیوم؟ بگیم بین این دوتا کدومش به نظرتون میتونه موفق‌تر عمل کنه و بهتر عمل کنه، مدیران خودرو یا چانگان؟ خیلی دوستتون دارم. فردا شب براتون یه شورت خفن است تیگو 7 پرو پریمیوم میذارم و پس فردا شب تیگو 7